Assalomu alaykum. Ben Seyidov Abdurauf. Pişeram düğüm bir düğümü mü? Mayandı. Allo briski bunu bıraktı ki akonu. Hamu esi neyse. Hamu roz korban da bromandı kuf bacho. Bim şabın neyse mi gör. Hamu esi na telefon mekunar na vay. Nömeroş hammaş kuştagi. Ben durmaya gücünde telefon nakar olsun buton. Ben खुदा माज़ाम ने कसal. Nomi pişeram Seyidov Abdurasul. Nomi Seyidov Abdurauf. Suratuş parofta. Mayla hoca हमने दस्तगिरी कुने. السلام علیکم دوستان عزیز، خداوند نگهبان و برادران مهربان. ویدیو فقط برای این برادر است، برای همین دو درک عبدالرؤوف، یعنی که گمشدگی دیده که پدرش صحبت کرد که ما لیچاش مونده نمیتونیم. خواهش میکنم ویدیو را پهن کنید. پروستو یک اینترسنگی کردم یکی ببینه بسیار بچه‌ها یوش با همین کار گرفتار شده است، یعنی که ناپدید شدن و گم شدن نکه جای گفتنش نیست. بسیار شکمن میگم ده این بچه‌ای که گم شدگی 99 از 10% حاضی همش در زندان ها هستند. برای چی؟ برای که یعنی که پلی به درد میونشو میخوره. متاسفانه یا که یک بچه تقویش پستویچ میکنه، بچه عمکش پستویچ میکنه، خصوصا دوستی ما را پستویچ کردن اون روز. یعنی هم میتونن یک 200 گرم 100 گرم هموچی سفیدی و بار فلان جا را بعد خیل میشه و خیل میشه. یا دوبار 50,000 20,000 100,000 شو میتونن. بعد بچهای مردم پس پنجره برده سودیان. متاسفانه که خدای دودرک یوش نمیدونه که جایو اینترسنگی بود در یک چین برادرایی که وزم یک اتوی چپک باشه، یک از ماشین، یک از حرامخور، یک از جزیر، یک از زنی فلانی با فلانی قبیدن کهلینی که فلانی قبیدن مردم اینترس نمیشه. از که با فایده جامعه از با برادرها هسته، خصوصا همچنین فرزندا گمشن نه یک دستگیری میکنین. دستگیری شما چیه؟ یک دعای نیک در همون کامنتر به خدا که دعای نیک به کامنتر میشه تا ویدیو پهن شه تا همو لایک مونی. هم بدورگ یک آدمای در کاری در زندان‌ها اند، در سیزوها هستند، در اون شهرهای هستند که یک همین ویدیو را میبینن. هم از شما خواهش خوب یعنی یک سبب بگم تو که یک برادر خدا رحمت مغفرتش کنه فرزندش گذشته شد، بعد پیش اومد خیر الحمدلله گرفتن جمعی که کم رویش کردیم. بعد گفت که با وجود یک گفت گفتم و هر قدم یوتیوب میدیم میگفتم دروغ هم برای سوم مقام لقب میکنن. وقتی فرزندم گذشته شد مینا نشه پیش پروردگار خطیب بابای لنگری ما داودا کردیم و خب کرده تماشا کرده گرفتیم بچه را روی کردیم. بعد اومد گریه کرد بخشش پرسید به خاطر چی که گفت که من تو در سر خودم نامد بعد همین درد حس نکردم. هر یک برادر گم میشوه، یک کور میشوه، یک فلاکت میشوه، اول انسان باید در خودش همین حس کنه. به اون خاطر دوستان عزیز التماس ویدیو را پهن کنید، دستگیری کنید. همه مسلمان و تاجیک خدا نگهدار. رقمای جوره پدرشان همین قدر اینفورماسیون گرفته به شما دادتون هستیم. التماس برادر در جای با پیش پدر مزاحمت بار بگه. السلام علیکم و رحمت الله.